ما زیاد سخنرانی نمی‌کنم ولی کوتاه به دشمنان مردم افغانستان حرف مالکوم اکس مبارز مسلمان امریکایی را تکرار میکنم و او است که the bullet and ballot، ما صندوق رای و گلوله را همزمان پیشنهاد میکنیم. اگر راه رسیدن به اقتدار سیاسی را هر نیروی در برابر مردم افغانستان در پیش داره، صندوق رای در مقابلش است. بفرمایند شرکت بکنند، از راه انتخابات، از راه مردم سالاری حاکمیت را در اختیار بگیرند. ولی اگر کسی به ملت افغانستان سر تسلیم فرود نمی آورد، به مردم سالاری احترام نمی کنه، این سربازان و این افسران دلیر آماده هستند که با عزت و سربلندی از این سرزمین دفاع بکنند و با ریختاندن خونشان نهال استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی را آبیاری بکنند. ما دو پیشنهاد دارم جناب لوی درستی صاحب. حرف اولم با رسانه هاست. و رسانه های محترمی پیشنهاد را دارم که بیایید از مصلحت اندیشی ها بگذریم. کسی که مسجد را ویران میکنه، مکتب را ویران میکنه، شفاخانه را ویران میکنه، پل را ویران میکنه، پلچک را ویران میکنه، میگین کشته شد. کسی که از مسجد حفاظت میکنه، از مکتب حفاظت میکنه، از جان مال ما حفاظت میکنه، در مقابلش را میگین کشته شد. ما پیشنهاد میکنم برای رئیس جمهور افغانستان که طرح تعدیل قانون رسانه ها را پیشنهاد بکنه جناب لوی درستی صاحب که کلمه مقدس شهید در کنار نام نیروهای مسلح افغانستان باید گنجانده شود. پس از این دیگر کسی حق نداشته باشه که مردار شدن یک دهشت افغان را در میدان نبرد با یک قهرمانی که خونش میرزانه معادل اعلام بکنه. اینا شهید هستند. شهید حقیقی سرباز ماست و بزرگترین جهاد در راه خدا، در راه وطن، در راه مردم جهادی است که امروز نیروهای مسلح ما میکنه. شما یک بار مرور بکنین تاریخ جنگ‌های جهان را. کدام کشور، کدام ملت این همه قربانی، این همه فداکاری، 100 جنازه یک روز به خانه روان میشه عزیز لباس. آیا این حقی را نداره که ما این شهید یاد بکنیم؟ کسی که از این میترسه و از دشمن میترسه و از ترس از او نمیخواید نام نیروی مسلح ما را شهید بگوید، از این وطن نیست، از این کشور نیست. حرف دومم برای رئیس جمهور و جناب لوی صاحب درستی است که برای کاهش مصرف نیروهای مسلح افغانستان، برای اینکه ما مصرفی که امروز نیروهای مسلح داره شاید در دراز مدت در نبود نیروهای بین المللی با مشکل مواجه شویم. ما به عنوان یک اولاد از وطن آماده هستم که دوره مکلفیت بر بگرده به وطن. اولادی که آماده نیست به سرزمینش خدمت بکنه، اولادی که آماده نیست به مادر زمینش خدمت بکنه، از این وطن نیست. ترکیه عضو ناتو است. کشور ترکیه در نزدیکی ما کشور مسلمان و همکار ما امروز دوره مکلفیت عسکری داره. آیا ما نیاز نداریم برای برگشت به دوره مکلفیت عسکری؟ حداقل پیشنهاد مرا اگر قابل قبول بود شما جدی بگیرین تا ای که مصرف نیروهای مسلح کمتر شود، احساس مسئولیت در جوانان ما بیشتر شود، تا ای که از این وطن همونطوری که شما با عزت دفاع کردین، نسل‌های گذشته ما با عزت دفاع کردن، پدران ما دفاع کردن، ما در آینده در نبود نیروهای بین المللی از این سرزمین، از این خاک و از این پرچم عزتمندانه دفاع بکنیم. سپاسگزار هستم از توجه همه.